مجازات اعدام در واقع خشن‌ترین مجازات و از قدیمی‌ترین مجازات ها هستش که مربوط به هیچ جامعه به خصوص، ایدئولوژی به خصوص و حکومت به خصوصی نبوده. در واقع به مرور زمان جوامع و دولت ها متوجه شدن که اعدام درمانی فایده ای نداره و مجازات اعدام رو کنار میذارن و امروز میبینیم که اکثر کشورها دارن مجازات اعدام رو لغو میکنن. مجازات اعدام در قبل از انقلاب هم وجود داشته، اما متکی به موازین شریعت نبوده و رشد کمتری هم داشته. بعد از انقلاب در واقع اعدام رشد بیشتری داشته با توجه به جمعیت و متکی به موازین شرعی و شریعت بوده. اگر ما بخوایم اعدام رو در واقع البلحاظ سنی مجازات اعدام رو تقسیم بکنیم، میشه صدور احکام اعدام برای زیر 18 سال و صدور احکام اعدام و اجرای اون برای بالای 18 سال. بحثی که ما در مورد در واقع صدور احکام اعدام برای افراد زیر 18 سال داریم و حتی اجرای این احکام، یکی بحث در واقع بلوغ فکری هستش. اون چی که ما معتقد هستیم این هستش که در واقع برای کسی که مرتکب جرم شده رشد جسمی ملاک نیست، بلکه رشد فکری و بلوغ فکری هستش که باید مد نظر قرار داده شده بشه. و همچنین این هستش که در قانون مدنی و در شریعت اون سن 9 سال و 15 سال مربوط به بلوغ جسمی است و نباید ملاک قرار بگیره برای مجازات و صدور احکام اعدام که نیاز به بلوغ فکری داره. و همچنین اگر ما افرادی که زیر 18 سال هستن بخوایم محاکمه بکنیم، بنابراین این دادرسی خدشه پیدا میکنه، یعنی سیستم دادرسی عادلانه رو از بین میبره. چون یک نوجوان 16 ساله چجوری میتونه در یک دادگاه جنایی و با حضور 5 قاضی که در این مورد متبحر هستن و وارد هستن و بازجویی میکنن و صحبت میکنن دفاع بکنه؟ و این قدرت دفاع را یک نوجوان میگیره، چون سنی نداره، قدرتی برای دفاع و بیان نداره و به دادرسی عادلانه لطمه وارد میکنه. از طرفی در مورد کنوانسیون حقوق کودک هست. ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و متعهد هستش، اما نوجوانان زیر 18 سال رو محاکمه میکنه و براشون حکم اعدام صادر میکنه و دلیلش هم این هستش که استنباط میکنه و استدلال میکنه که حق شرط داره در این کنوانسیون، در حالی که به نظر من این حق شرط باطل هست و نمیشه بهش در واقع اشاره کرد و مورد استنباط و استدلال قرار گرفت، به این جهت که ما نمیتونیم کنوانسیون حقوق کودک رو بپذیریم، زیر 18 سال و کودک تلقی بکنیم، اما همین فرد زیر 18 سال، نوجوان زیر 18 سال رو محاکمه بکنیم و براش صدور حکم اعدام صادر بکنیم و در واقع نگه داریم و حکم اعدام رو بعد از 18 سال اجرا بکنیم. این یک نوع اجحاف هستش برای کسی که در دوران بچگی مرتکب جرم شده و تاوانش رو باید در دوران بزرگی انجام بده. بنابراین من فکر میکنم زیر پا گذاشتن کنوانسیون حقوق کودک هم از جمله مواردی هستش که اگر برای افراد زیر 18 سال حکم اعدام صادر بشه، این کنوانسیون زیر پا گذاشته شده. در نهایت الان در قانون جدید در واقع بیشتر به رشد فکری توجه شده. البته صدور احکام اعدام برداشته نشده برای افراد زیر 18 سال، اما توجه بیشتری شده به این نتیجه، به این شکل که اگر قاضی به این نتیجه برسه که در واقع نوجوان به رشد فکری نرسیده، این اختیار رو داره که حکم اعدام نده. اما به راه حل اساسی این هستش که برابر با کنوانسیون حقوق کودک میبایست برای افراد زیر 18 سال اصولا حکم اعدام صادر نشه، کما اینکه در قبل از انقلاب هم به همین صورت بود و هیچ گونه تعارضی با شریعت نداشت. در بحث کلی اعدام و بالای 18 سال برابر با ماده 14 قانون مجازات اسلامی فعلی ما 4 مجازات اصلی داریم: حدود، دیه، قصاص و تعزیرات. در تعزیرات در واقع اعدام ها بیشتر به سمت قاچاق مواد مخدر میره، در قصاص به عنوان حق الناس مطرح میشه
و در دیه اعدام نداریم و در حدود بر اساس قوانین شریعت هستش و یه مقدار هم به شکل برمیگرده به موضوعات سیاسی از جمله به بحث محاربه و بغی هستش. حالا اینکه آیا واقعا میشه حکم اعدام رو جلوشو گرفت و معلقش کرد با توجه به موازین شریعت، به نظر من این امکان وجود داره. این گفته من نیست، این گفته بسیاری از مراجع تقلید، بسیاری از نواندیشان دینی هستش که معتقدن که می شود حتی با توجه به موازین شرعی جلوی اعدام ها رو گرفت. ببینید در تعزیرات اصولا اجرای حکم ملاک نیست، بنابراین نوع صدور حکم دست حکومت هستش، پس هیچ گونه مشکل شرعی وجود نداره. در قصاص با توجه به این که با توجه به گفته های نواندیشان دینی، مراجع، بعضی از مراجع تقلید، با توجه به این که قصاص در واقع یک نوع حق و ناس هستش و از طرفی از ضروریات دین محسوب نمیشه، جدای از انکار اون، یعنی نمیتوان اون رو انکار کرد چون در شریعت آمده، اما اون رو میتوان تعلیق کرد، یعنی میتوان معلقش کرد و موقتا اون رو به کار نبست. یعنی زمانی که فقیه جامعه تشخیص بده که امنیت جامعه، آبروی جامعه در خطر هستش، میتونه در واقع قصاص رو معلقش بکنه بدون اینکه بخواد بحث انکارش پیش بیاد و در واقع اولیای دم رو به تشویق به دیه و بخشش بکنه و مجازات به حکومت سپرده بشه. بنابراین این امکان وجود داره، ضمن اینکه بخشش در واقع شریعت بیشتر به نظر خداوند هست و نزدیکتر هستش، چه با دیه چه بدون دیه. بنابراین در شریعت هم اجرای قصاص مد نظر در واقع نبوده و اینکه گفته میشه که کاری در مورد قصاص نمیتونن بکنن، به نظر من این یک استدلال تنگ نظرانه هستش. در محاربه هم به همین صورت هستش. بخشی برمیگرده به وقتی که برمیگرده به بحث مسائل سیاسی با انجام و اجرای اصل 168 قانون اساسی که هیئت منصفه و دادگاه علنی هست، بسیاری از این اعدام ها میشه جلوش گرفته بشه و در بخش دیگه که مربوط به موازین شریعت مثل لواط، مثل استفاده از مشروبات الکلی به دفعات متعدد که حکم اعدام میاره، چنان موازین سختگیرانه هستش که بعضا صدور حکم اعدام رو خیلی مشکل میکنه. بنابراین اگر یک جنبندی ما داشته باشیم به طور کل، میتوان در حال حاضر حتی با توجه به اینکه قوانین جزایی ایران متکی به شریعت هست، با توجه به همین شریعت هم در واقع جلوی اعدام رو گرفت و در واقع به سمتی بریم که اعدام لغو بشه و معلق بشه و هیچ گونه استنباطی که بخواد جلوی موازین رو بگیره چندان قابل قبول نیست. ضمن اینکه ما در بحث مبارزه با اعدام باید خیلی هوشمندانه عمل بکنیم، به صورت اینکه نباید در واقع از جرم و یا از مجرم طرفداری بکنیم و یا تلطیف بکنیم جرمو، بلکه باید به سمتی بریم که بگیم اعدام خیر، اعدام نباید باشه، اما مجازات برای مجرم باید باشه تا افکار عمومی بدونن که مبارزه با اعدام به صورت هدفمند هستش و قانع بشن و افکار عمومی بتونن حکومت‌ها رو یا حکومت رو در واقع وادار بکنن که مجازات اعدام رو لغو بکنن، چون به این شکل فعلی روند رو به رشد و نگران کننده‌ای داره. در حدود حتی جرائم اقتصادی هم الان براش در واقع اعدام میدن، مفسد اقتصادی میدونن، جرائم سایبری هم اعدام میدن و این رشد نگران کننده است. امیدوار هستیم که بتونیم با هدفمند کردن مبارزه برای لغو اعدام بتونیم افکار عمومی و حکومت‌ها رو به سمتی ببریم که در واقع اعدام لغو بشه یا معلق بشه و با بخشش در قصاص، در زمینه قصاص هم میتونیم در واقع فعالیت بکنیم و مردم رو تشویق بکنیم که ببخشن که رضایت خداوند در بخشش بیشتر است.